در اسلام میگه احوال کسی که پرسیدی، پیغمبر اینطور بوده، دو جمله گفته. اگه کسی میگفت یا رسول الله کیف حالکم، میگفت الحمدلله علی کل حال. گاهی میگفتن کیف اصبحت یا رسول الله، میگفت الحمدلله علی کل نعمه، خدا را شکر نعمت داده. بعضیا هستن ابدا اینا نمیگن، تا میگی چطوری میگه چطوره، اینه حالا ما ببین احوالم نه. اولا از لحاظ مالی در بساط نداره. در 7 آسمان یکی ستاره برای ما چشمک نمیز، جیبم گرد گرفته که تیمم بدل از غسلم بشه توش بکنم. ما خو اینا نپرسیدیم، ما گفتیم حالتون چطوره، تو هم باید بگی الحمدلله. یه مسئله انگلیسای جونمر شده دارن که میگه وقت، این مال قبل از شکسپیره، میگه وقتی سوار اسبی الاغی شدی و در این